و در باب ناقص العقل بودن زنان. ببینید دوستان بزرگوار، مسلمانان زیاد مالکشی هایی دارن، شیخ های غمدرون و غمبیرون همه اینها مالکشی دارن و میگن ما زنان را ناقص العقل میگیم. دلیل داریم. چرا؟ چون زنان میزاین. دروغ میگن. در بخاری علت ناقص العقل بودن زنان زاییدن زنان نیست. میری میبینید که پیامبر اسلام راست میگه یا شیخک های تیک تاکی غمدرون. ببینید عزیزان، مادران ما را اینها معذرت خواهی میکنم ناقص العقل میدانن. این قسمت را دوستان عزیز ریکارد بگیرین که من علتش را بگم. کتاب صحیح بخاری باب ترک حایض روزه را، یعنی زنی که حیض میشه میتونه روزه را ترک کنه. روایت 304 کتاب صحیح بخاری از ابو سعید خدری روایت است که گفت رسول، یعنی رسول الله هدفش محمد است، در عید قربان یا عید فطر به سوی عیدگاه روانه شد و چون جمعی از زنان گذشتند فرمود ای گروه زنان صدقه بدهید، خیرات بدین، زیاد صدقه بدهید، امانا بر من نشان داده شده که شما بیشتر اهل دوزخ هستید. این آقا که معراج رفته بود، دستاوردهای معراجش یکی از اونها امین بوده که گفته اکثریت اهل جهنم دیدم زنان بودن و سرشان از خوک بود، از مقعدشان آتش میبرآمد. این در روایات مزخرفشان آمده. بیشترین اهل دوزخ شما زنان هستید. میریم به ادامه روایت در صفحه بعدی امین کتاب مبارک بخاری جلد یکمش از دوستان عزیز صفحه 156 کتاب حیض هست. زنان گفتند چرا یا رسول الله؟ سوال کردند که چرا ما جهنم میریم؟ آن حضرت فرمود لعنت، یعنی لعنت بسیار میکنید، زیاد لعنت میفرستین و کفران نعمت شوهران مینمایید و شوهرانتان را کفران نعمت میکنید. یعنی باید نعمتی را که خدا براتان داده با اونا بسیار شکرگزار باشین که شما شوی دارین. حتی من هیچ ناقص عقل و ناقص دین را ندیدم که عقل مرد عاقل را زودتر از شما از میان برد. زنان گفتند نقصان عقل و دین ما چیست یا رسول الله؟ زنان سوال میکنند، میگن چرا ما ناقص العقل و ناقص الدین هستیم؟ حالا جواب شیخک های غمدرون این است که زنان میزاین، عادت ماهیانه دارن، به او خاطر اینها ناقص العقل هستند. نه دروغ میگن. میریم میبینیم که پیامبر اسلام چرا اینها را ناقص العقل گفتن. آن حضرت فرمود آیا شهادت زن نصف شهادت مرد نیست؟ زنان گفتند آری، طبق سوره بقره شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است. زنان گفتند آری. فرمود این از نقصان عقل اوست. نه عادت ماهیانه، نه زاییدن، نه تولید مثل، هیچی نگفته در اینجا. علت نقصان عقل فقط این است که عقل زن ذاتاً مشکل داره. یعنی چی؟ به مو خاطر الله در قرآن گفته که نصف شهادت مرد از شهادت یک زن. آیت قرآن را برایشان استدلال کرده، گفته چون الله شما را ناقص العقل میگه، من پیامبر نمیگم، من بسیار انسان خوب هستم. آیا چنان نیست؟ خب گفتند آره. فرمود این از نقصان عقل اوست. آیا چنان نیست که زنی که حیض می شود نماز نمی خواند و روزه نمی گیرد؟ گفته زنی که دوره حیض است نماز هم نمی خواند، روزه هم نمی گیرد. گفتند آره چنین است. فرمود و این نقصان دین اوست. اونی که میگن مسئله‌ای که بیان میکنن دوستان مسلمان ما که به خاطر حیض شدن ما به اینا ناقص العقل میگیم، دروغ میگن. چرا؟ چون مسئله‌ای که در اینجا آمده، مسئله حیض، نقصان دین زن است، نه نقصان عقل زن. نقصان عقل زن را الله در قرآن قلمداد کرده و شهادتش را نصف شهادت مرد معرفی کرده. این آمنه ناقص العقل چگونه دانسته پیامبری را که ناف عقل زمین بوده به بشر تقدیم کنه؟ زنی که عقلش ناقص باشه
چگونه مرد عاقل را میتونه به جامعه تقدیم کنه؟ نخستین آموزگار ما مادر ما هست. مادر برای ما چی را یاد میته؟ الف و با و تا و سا را یاد میته، خوبی و بدی را یاد میته. اگر مادرتان ناقص العقل باشه، همه شما مسلمانان، هم از زن و مردتان، همه تان ناقص العقل هستید. من به این باور نیستم. من این را جفنگ و دروغ پیامبر میدانم، پیامبر شما مسلمانان. اما شمایی که به این باور هستین، باید خودتان را و نسلتان را ناقص العقل بدانید. همه مرد و زن مسلمان ناقص العقل هستند. چرا؟ چون مادرانشان ناقص العقل بودند. آمنه ناقص العقل بود، پس پیامبر اسلام ناقص العقل بوده و عقلش کامل نبوده. به همون خاطر